مقامات در شهر نورک در ولایت ختلان دستور دادند که نبات بگیم یوسف و آموزگار مکتب شماره 5 و اخیراً معاون مدیر مکتب عاید به کارهای تربیه باید از وظیفه و از ساحه معارف خارج کرده شود. همصحبتان ما گفتند که معلم نمیخواست که از مکتب و کار از ساحه معارف دست بکشد، اما علاج دیگر نداشت. متاسفانه برای رادیو آزادی میسر نشد که با خود معلم نبات بگیم یوسف و صحبت کنیم، چون که او همه روزه به بازپرسی مقامات انتظامی و هم امنیتی دعوت می شود و وقتی صحبت کردن را نداشته است. نبات بگیم یوسف و در مرکز شهر نورک حدود 10 سال اخیر فرزندانش را به تنهایی تربیه می کرده است که اخیراً دو فرزند او اصل‌الدین و جعفرالدین در حادثه تروریستی در ناحیه دنغره دست داشتند و از سوی مقامات به ضرر گردانیده شدند که بعد 2 روز این حادثه در خود شهر به خاک سپرده شدند. یک گروه جهانگردان که از سمت کلاب طریق دنغره و نورک میخواستند که به دوشنبه رسند، اما در ناحیه دنغره حمله تروریستی صورت گرفت که یک گروه جوانان تاجیک خصوصا 2 نفر از ناحیه 5 و 2 نفر از شهر نورک و یکی دیگر به این جهانگردان حمله کرده. اول آنها را به ماشین زیر کردند و سپس به کرد و تبر زخمی نمودند که چند نفر آنها جان داد و این خبر ناخوش تاجیکستان را در سرخط خبرهای بین المللی قرار داد.